مسئولین وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند وقتهای اخیر افرادی تحت جستجو تلاش میکنند با سوء استفاده از ملی کردن نامناسب از پیگرد خلاص شوند. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر جلوگیری از سوء استفاده نامگذاری ملی از شهروندانی که با عوض کردن نام و نسب شناسنامه نو میگیرند تحت پیگرد قرار داشتن یا نداشتن آنها سنجیده می شود. وی گفت ما شناسنامه نو میدیم باید قبلا باید بدونیم که چی نام داشت اگه جرم است که دیگه خطی سود نشیده باشه مثال همه ایره باید به قید بگیریم که خاطر است. بسیار حالاتوی میشه که همه وقتی سنجش دستگیر میکنیم آدم چه حالاتو اشکال میشه که ما جستجو قرار دارم حالات دستگیر میکنم. ضمناً کارمندان وزارت امور داخلی تاجیکستان ماه گذشته قاچاقبری را بازداشت کردند که در روسیه در روی خط سیاه قرار داشته با تغییر نام و نسبش به شیوه ملی قاچاق مواد مخدر مشغول بوده است. کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اسرائیل سلطانزاده ساکن جماعت آبوردان ناحیه مسچار را در عرفه انتقالی بیش از 42 کیلو مواد مخدر به قرقیزستان بازداشت کردند. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید تفتیشات معلوم کرد که این نفر قبلا گدایف گدام احمد نظر آویز نام داشته سال 2007 با اتهام قاچاق مواد مخدر در روسیه بازداشت و به مهلت 9 سال و 6 ماه روانه زندان شده است. ماه سپتامبر سال 2016 از محبس آزاد شده به وطن برمیگردد. بنابر سببی که او با نسب گدایف دیگر حقی به روسیه رفتن را نداشت، نسب و نام خود را تغییر داده تلاش انتقال مواد مخدر به خارج کشور را داشته است. مقامات میگویند عوض کردن نام و نسب قانونی است ولی سوء استفاده از آن باید جلوگیری شود. یکی از راه‌های جلوگیری از این راه مقامات در طلب معلوماتنامه وزارت کارهای داخلی می‌دانند. اکثر آنهایی که تلاش عوض کردن نام و نسبشان را دارند آنهایی هستند که در خارج از کشور جنایت صادر کرده و تحت جستجویند. گزارش به نامگذاری ملی در تاجیکستان پس از 21 مارس سال 2007 به مد درآمد زمانی که رئیس جمهور امامعلی رحمانوف نام خود را به امامعلی رحمان تغییر داد. آن زمان اکثر اعضای حکومت نامشان را با تقلید به پرزیدنت کشور تغییر دادند. حالا یک شرطی به کار قبول کردن در اکثر نهادهای دولتی داشتن نام و نسب ملی به شمار می رود. به صورت عموم بیشتر منصبداران به خاطر نشان دادن صداقت، مهاجران به خاطر دوباره به روسیه راه یافتند و افرادی تحت پیگرد به خاطر بازداشت نشدند نام و نسبشان را با شیوه ملی تغییر می دهند.